صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باقية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد نام خدا آغاز میکنیم این جلسه رو. من مهدی هستم، ساکن مشهد، بازنشسته یک از ادارات دولتی هستم. سالهای طولانی در حوزه روانشناسی، جنگ نرم، کنترل مغز در حال فعالیت هستم. در خیلی از ادارات، شرکت‌ها، کارخانجات مشاوره دادم و تخصصی تجزیه تحلیل کردم که نگاه ما چه نگاهی باشه و چه عواملی باعث میشه ما به یک جای بهتری برسیم. تجربه من و تحقیقات من در بین مردم، در بین مشاورایی که داشتم، از نظر شغلی، از نظر کاری و از نظر جامعه، و دیدم اتفاقهایی که برای خیلی از عزیزان میفته و ما غافل از آن هستیم. چرا بعضیا به دین نزدیکترن، بعضیا دور میشن؟ چرا بعضیا روح و روانشون ناپاکتره و بعضیا پاکتره؟ چرا بعضیا آرامش دارن و بعضیا آرامش ندارن؟ پس چکیده کلاس های ما و جلساتی که مطرح میشه بر پایه این میگذرد که چه عواملی باعث میشه که ما در جای بهتری قرار بگیریم و چه عواملی باعث میشه که ما نتونیم به یک جای خوبی برسیم. علیرغم که گاهن افراد ثروت دارن، قدرت دارن، مکنت دارن و غیره و ذالک، آیا این امکانات تاثیرگذاره؟ آیا اون چیزی که ما رو قراره به یک جای بهتری برسونه امکانات مادیه، امکانات روحی روانیه، امکانات دینیه؟ چه چیزی میتونه ما رو در یک مسیر بهتری قرار بده؟ سیاست و طرز فکر بنده در جلسات و کلاس هایی که حضوری، تلفنی و غیره خدمت خیلی از عزیزان بودم اینه که به هیچ عنوان از اصطلاحات روانشناسی، از اصطلاحات گفتاری استفاده نخواهم کرد. باید کلاس درس من بسیار ساده باشه. باید همه منظور حرف منو بفهمن. باید بتونن بعد از کلاس من یک درک بهتری داشته باشن. عزیزان لطف میکنن حداقل کاری که میتونین بکنین یک لایک بزنین و یک کامنت برای من بنویسین. آیا راضی هستین یا راضی نبودین؟ آیا مطلب خاصی مد نظرتون هست که من تخصصی وارد اون حوزه بشم؟ آیا مسئله و مشکلی براتون پیش اومده که نتونین راهشو پیدا کنین؟ آیا مسیری هست که بخواین واردش بشین و ندونین چیکار بکنین؟ همه اینها رو برای من بنویسید. انشالله بتونیم با کمک هم به یک جای بهتر برسیم. یک مطلبی رو من عرض کنم خدمت عزیزان. سالهای طولانی در حوزه کنترل مغز من فعالیت میکنم. رو خیلی افراد تست دادم و واقعا هم جواب گرفتم. میخوام براتون بگم این ویدیوهایی که من فعلا دارم براتون میذارم در حد 5 دقیقه، 10 دقیقه، 15 دقیقه به صورت مقدمه است و تیتروار موضوعات رو براتون بیان میکنم، موضوعات رو براتون دارم باز میکنم. انشالله در ویدیوهای تفصیلی آینده تک تک اینها رو واردش میشم و نحوه عملکرد و اجرای هر کدوم رو قدم به قدم براتون باز میکنم در ذهنتون ما افکار بد رو چجوری ببریم کنار و افکار خوب رو داخلش بذاریم. میتونیم همزمان در کوهی از قصه باشیم ولی با آرامش خاطر بشینیم یک مقاله بنویسیم؟ آیا در اوج استرس و اضطراب میتونیم بشینیم یک داستان بخونیم؟ آیا در اوج استرس و اضطراب میتونیم یک کار دیگه انجام بدیم؟ فرض کنین کتاب زندگیتون اومده رو ذهنتون، میرسین به یک صفحه قصه، ورق میزنید، میری به یک صفحه بعدی. آیا ما توان اینو داریم که مشکلات رو در ذهنمون ورق بزنیم و هر کدوم نخواستیم فعلا ببندیمش بریم یک ورق بعدی؟ من به شما کمک خواهم کرد تک تک این توانایی‌ها رو به دست بیارین. به راحتی هر مسئله رو در ذهنتون ورق بزنید، کنار بذارید و ورق بعدی رو بردارین. بسیار آسانه. یک مقدار تمرین، تخصص و نیت و قلب پاک میخواد.